زهرا 2 روز بعد آیله دار میشوی. این چی حال است؟ اکنون خودت را جمع بکن. از آن کلتکی لحظه که 1 سال ما را فریب داد عقل و هوشت را دور بکن. بابا جان لطفاً درباره او این خیل گپ نزنید. بین حالا هم او را پشتیبانی میکنی؟ دامولا پنداشتیمش دوست برآمد، دامادش پنداشتیم ساخته کار برآمد. این حال را بین دخترم آخر. بابا جان چند بار دیگر به شما بگویم زیا را به این ازدواج من راضی کردم. کلتکی لس بودنش گناهی توست زهرا. او را دامولا زیا گفتیم، دوست داشتیم، حرمتش کردیم. آدم کلتکی لس برآمد. گوش کن زهرا، تمامی مجبور کردن من برای خوبی توست. ای کود را من از خوردیش میشناسم. اگر از تو را خوشبخت کردنش باور نمی داشتم برای خانه‌دار شدنت مجبور نمی کردم. من دیگر خوشبخت شدنم رو فکر نمی کنم بابا. لیکن می سنجم، به خاطر شما می سنجم. بهترین، بسیار خوب، بسیار خوب. تو یکتای من هستی، یکتای من هستی، یکتایم. حالا خانه‌ات را آباد بکن، بعد کار را سر میکنی. 1 سال شد که به جای کارت قدم نمانده ای. همین خیلی؟ من کار کردن نمیخواهم بابا. چی خیلی نمیخواهی؟ تو چی فکر داری که من چرا به این ازدواج تو را مجبور کردم؟ ها؟ خودت را جمع میکنی، به کارت برمیگردی، مانند پیشین 1 زن بسیار زیبا میشوی و پیش راحت کشاده میشود. روزهای نیک تو را انتظار است. آن کلتکی لس گفتنی آدم را اکنون فراموش میکنی. من معلمی کدام فن باشم؟ مدنیت دین شناسی، معلمی درس دین هستم. آخر من چی میفهمم؟ مگر میفهمم؟ یا خدای توبه، چرا من هیچ چیز رو در خاطر ندارم؟ عجبا، با طهارت این کتاب را کشایم؟ نه سفسطه نگو، مگر این کتاب قرآن است؟ چی علاقه داره؟ بخش اول. بابا جان؟ جانم. چی بابا جان؟ اگر زهرا کار کردن نخواهد من به جایش میگذارم. من به فکرم خطا فهمیدم. به کجا میگذاری؟ کار کردن در شرکت. یعنی به کار میبرایی؟ میلیس، تو در این کار چقدر تجربه داره؟ چی میفهمی؟ چی خیلی چی رو میفهمم بابا جان. آخر من و زهرا 1 دانشگاه رو ختم کردیم. نه، نمیشود. تو یکان بار سنجش نکرده ای. همین خیلی نه نمیشود. اما بابا زهرا هم تجربه نداشت. شما در وقتش به او باور کردید. او همه کاری آغاز کرده اش را به زمین زد. حالا هم او را پشتیبانی میکنید. چی شده است میلیس؟ چرا به من چسبیدی؟ در اصل تو به من چسبیدی. با بابایم نازی بسیار کردن نسبت من ناحقی میکند. او میلیس تو چی سفسطه میگویی؟ درست گپ زن. بابا جان گفته عقل و هوش این مسافد را به خودت جلب کردی. اون نازی تو رو میبرداره تنها. من ناز نکرده ایستادم، فهمیدی؟ خودت رو حرمت کن. ناز میکنی، از خوردیت ناز میکردی. امیدوارم که ناز نکرده با داماد یافته بابایم آیله دار میشوی. اینش هم دامادی ساخته نباشد خوب است. میلیس، زهرا مرا دوست می‌دارد، حتی زیاد دوست می‌دارد. قرارهای داده مرا باشد حرمت میکند. نه؟ ها؟ مادامی که شما رو دوست می‌دارد چرا اینقدر وقت شما رو احمق کرد؟ او ازدواجی ساخته کرد، شما حتی از این خبر نیفتید. میلیس خاموش شو. خاموش نمیشوم بابا، خاموش نمیشوم. نه تنها ما رو دامولا زیا رو هم فریب دادی. وای آدم تنها برای تو وفات کرد. کاری کردت رو ببین. تو یک خود پرست هستی زهرا. هیچ کس را دوست داشتن نمیتوانی. هیچ کس را نمیتوانی. میلیس، در حال به حجرت برا. زود
چرا بابا؟ برای که به نبیرتان حقیقت رو میگویم، برای همین؟ به حجرت را گفتم ملیس. بابا شما زهرا رو به نهایت دوست می‌دارید، اما او یک ذره هم به محبت شما ارزنده نیست. اینقدر وقت به او باور کردید اما باوریتان رو برباد داد. حالا هم به او باور میکنید. میلیس خاموش. بس از خاموش شو. چرا؟ به شنیدن حقیقت طاقت نداری ها؟ تو حالا یک کودکی نازک هستی. ملیس از حد گذراندی. بله، چون من حقیقت رو میگویم از حد میگذرانم ها بابا. اما او یگون چیز گوید هیچ چیز نمیشد ها؟ چرا بابا چرا؟ پدر و مادری او زنده نیست گفته من گناهکارم ها؟ یا که پدر و مادری من زنده است از همین سبب او رو دوست می‌دارید و مرا هیچ دوست نداشتید بابا. تو چی خیلی میزنی؟ خودت را حرمت بکن. باز من گناهکار شدم. بله. باز من گناهکارم. 1 سال میشود زهرا غمگین از گفته او رو روی دست میبردارید. من از برای او در این خانه ناپدید شدم. حالا اون که زهرا با محبت شما ارزنده نیست. خطا میکنی ملیس. زهرا و محبتی از همه بهترین و از همه بزرگش را حق دارد. ها؟ من چی بابا؟ ملیس تو این خیل بد اخلاقانه گپ زده باز زیادتر محبت به دست آوردنت را فکر داری ها؟ پدر جان چی شد؟ اینجا از دود میزنی؟ از دخترت بپرس او جواب دهد. ملیس دخترم چرا بابایت را بغضب آوردی؟ آخر پدر باز هم من گناهکارم. زهرا چی کاری نکند بیگناه است. من چون یک چیزی میده گویم در این خانه گناهکار میشوم. تو رو بسیار بد میبینم زهرا. از تو نفرتم میآید. ملیس از زهرا در حال عذر بپرس. اصلا چقدر اصلا؟ عذر بپرس. زهرا را نرنجان تا آیله دار میشود. آیله دار میشود است؟ گمان میکنم که اینشم ساخته است تنها برای خوش کردن شما بابا. درویه. ملیس چرا چونی گپ میزنی دخترم؟ چرا بابایت را غمگین میکنی ها؟ کنی زود دخترم از بابایت و زهرا بخشش بپرس دخترم. ملیس پدرت راست میگوید. عذر بپرس. من هیچ عذر نمیپرسم. چرا شما او را طرفداری میکنید؟ مرا در این خانه هیچ کس دوست نمیدارد. ملیس لیلکم لبریز شد از کارهای زندگی. گوش کن برادر، ما مافیا هستیم یا مردی کار ها؟ بخت و میانم شکسته. باز یک سوال دیگر هم دارم. وای لعنتی در درون باشگاه آرام نشسته است. ما در اینجا لای شوریده عذاب کشیده شده ایم. اکه کنانی چی کاره؟ خب کن 2 ساعت شد یک کار را انجام داده نتوانستیم. آخر همین یک آدم را گرانده می رویم. مادام این پدر سر مکانی سقراط را نمیگوید از این بابت با هیچ کس گپ زده نتواند. بچه سمنت بشور که از کاک بجا بشور. اکه کنم برای این آدم را گراندن از یگان داملو فتوا نمیگیری؟ فتوا؟ اینش از کجا برآمد؟ آخر آدم را زنده گراندن گناه هست یا نه؟ باز از برای این لعنتی شده گناه نگیریم. من همه را گفتم. تمام. خدا از تو راضی باشد برادر. بسیار خوب گفتی. مرا زنده به زنده گرانده چی به دست میارد؟ بسیار گناه بزرگ است. با من فرقی ندارد. دمت را گیر. وای راست میگویی. خودمان را به دوزخ نپرتوییم. گرچه داملا زیا هم نیست خودمان به خودمان فتوا میدهیم. اکه من یک داملوی خوب را میشناسم. در اصل او پدرم است. دمت را گیر. مادام که داملا زیا وفات کرد ما باشیم به خودمان فتوا میدهیم. مرا گوش کنید. زود باشید. کارا کشالا ندهید. اگر تیار شده باشد این را زودتر کنید. اکه این خیلی نکنید. از پشت من با گناه دست نزنید. خواهش میکنم. دمت را گیر. مانندی تو بر این پدر سگ را گراندن ثواب از ثواب. اکه والله بالله که من مکان سقراط رو نمیدانم. اگر دانم مگر نمیگفتم جانم رو گرفته سوید. اما در نزد سقراط کار کردن رو میدونی ها؟ کنی بینیم سقراط این هیکلی تو را معقول میکنه ها؟ شرف از اون طرف نیست. خیلی نکنید التماس. گوش کنید تا بالای سرش گر کنید بعد پاکت کرده روانش کنید. اکه التماس خیلی نکنید. گیه نکن مردک شوی. انسان و دین، توبه و استغفار. یا خدای توبه. اسلام و شرطهای آن تسبیح گردانیدن
من یگان تا این رو نمیدونم مگر باز این رو از نو از یاد میکنم. اوف چاره ای ندارم، مجبور از بر میکنم. هیچ گپ نیم. کالجی اصلا است. خب این سراغه در اینجا نوشته شده است. ای کنی بیا برایم. از گرسنگی مردم رفته یگان چیز خورم. کالج اصلا است. این چیست؟ این چه خیلی لباس است؟ مگر انسان اینها رو پوشیده با مکتب می رود؟ طلبه ها مسخره می کنند؟ یا خدایا توبه. من یگان دوست نداشتم که بگوید ای احمد این چه خیلی لباس پوشی است، به خودت دقت ده. ای برادر این چه خیلی لباس است؟ مگر من همین قدر انسان کفرپرست بودم؟ نه نمی شود. رفته لباس نو می خرم. مگر پول در کارتم به فکرم پول است. بله پول دارم. خیر به بازار می روم. تمام تو خواطر نشو. من به اکای کانون میگویم. اکای کانون دوملو زیور رو از پسی خوارش یک محافظ مونده بودیم کو. خیر اون سمی حیوان اون رو راحت نمیگذارد اکا. ای پدن علتی. وای بیشرفه وای. یعنی دختر را بیسایی فکر دارد ها؟ پاگو در حال بیاناتش رو گیرید. اکا وای آدمی رو که در بوچکا گوراندیم کو او را چکار کنیم؟ کنی رفته بینیم؟ رفتیم اکا. مرحمت کلیو حضرت بزرید. آبای آدم در کجاست؟ ها؟ در کجا؟ ای اکا به خدا او رو تگی سیمین کرده بودیم. وای گریخته رفته است. حیوان ها آدمی به بتان گرانده اتون چکر نگریزد. یک لحظه بازیر من بگیرم. سیمنتش رو کم کردیم. بتون سخت نشده است. آن لعنتی برای همین گریخته است. تیفزو رو هم کرده گریخته است. لعنتی روی پدری هر دونتون سیاه. شما را ساختی برزدی. ای خدا شما رو جزا دید. خدا شما رو جزا دید. وای من شما رو بیهوده میخورانم. تفو بر پدرتان لعنت. در پیش چشم آدم رو از دست دادید. از دستتان یگان کار نمیآید. من چیکار میکنم با شما؟ چیکار میکنم؟ من با تو گفتم که سمیدش رو زیاد کنیم. نگفتم من تو بدم چقدر سمیتون آقل حیوان. علاوه بر این من از کارها دست نکشیدن سوال رفت همروی اپاج بده هرم. من به وزینه کرده نمیتوانم دوستش میدونم. نمی برادر تو چیکار میکنی؟ یک افت اندامتا درستر کن. شرمنده کردی که ای بسته دلم میکفده. نمی برادر خودت رو به دست گیر. رفتیم آقا سوال رو من دوست دارم. شرم داری رفتیم. زهرا رو برای ماهیاسالی بسیار مجبور کردم اما حالا رفتن نمیخواد. نباشد من گفتم که برای من مشکلی نیست. انتخابی توست. همین خیلی زهرا. بسیار خوب میشد زهرا. 1 سال میشود که از خونم بر اومده ای. خوب میشود. روی داخل. نمیخواهم ینگه. ای کرد لطفاً. آخر چند بار دیگر گفتم که مرا مجبور نکن. مرا ببخش زهرا. فروخ چل به یک دیگر میزی بنده. ای پدر جان بینید زهرا حالش خوب نیست. غمگین مینماید. بسیار غمگین مینماید. در اصل من زید نیستم اما او را به این ازدواج مجبور کردید. مگر خطا نکرده سده؟ برعکس درست کرده ایستادم. پدر جان اینش آشکار است که زهرا اولادور شدن نمیخواهد. زنو دمت را گیر. نرانی دخترت را عقل نشان بده. انا بین در اینجا نیست. آقای حکیم نه خلیل. فهمو آقای حکیم. خلیل خیر فهمیدم آقای خلیل. مسجد را تعمیر کردن در کار. این نماز جمعه مبلغ اگر جمع شود
تعمیر رو حتما سر میکنیم. گپ نزول یا حضرت. اما گوش کن، و جماعت کمی فشار آوردن در کار. از برای داملای ساختن مرا جدی قبول نمیکنند. جماعت را جادو کرده است. هر چیزی نگویم، هر کاری نکنم بیفایده است. فهمیده. یعنی این مسئله را چخیلی نباشد دیدن در کار است. دیدم. بخیر از هجری کی رو دیدی؟ دومولازیو رو دیدم. بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام. سوزه کی را دیدی؟ دومولازیو رو دیدم. استادم نمرده است و زنده است. سفسته نگو. من خودم او را به خاک سپردم. هجری در خیالت است. دومولا مرد، قبول کن. ای او را دومولا پامولا نگوی. دومولا حقیقی منم. دومولا از پس رحمتی این خیل گپ نزنه. آنه دومولازیو در اونجاست. در کجا؟ در اونجا. در کجا است هجری؟ در آنجا هیچ کس نیست. در کجا است هجری؟ توبه در اونجا. توبه. هجری پسرم به این کارها بسیار مشغول نشو، خوب نیست. بیا رفتیم وقتی نمازی خفتن آمده ای ساده است تو هم بیا با مسجد. دومولازیو رو دیدی؟ رفتیم هجری پیش در رو رفتیم. شام بخیر شوکت. رفتیم که وقتی نمازی خودم رو دیدم. سهر هم دیدم او رو. من خدا سهر دیدم او رو. دوست می‌دارم گفتم. تو رو بسیار دوست می‌دارم. در حقیقت با ایکود اویلا دور میشوی؟ یعنی مگر دومولازیو رو همین قدر زود فراموش کردی؟ هرگز نام زیو رو به دهانت نگیر. چیزهایی به تو گفتم چنان درست هستند که زهرو تو در حقیقت هیچ کس را دوست داشته نمیتوانی. به همین هم با محبت هیچ کس ارزنده نیستی. در حقیقت زیبا بود. نفهمیدم. یعنی شام بخیر گفتید که فهمیدم که شام ها در حقیقت زیبا بودن. شام بخیر. من به مغازه می روم. مغازه در کجا باشه؟ مغازه؟ عجبا چی گفتنی بودید؟ نه آخر من همه چیز دارم. به مغازه رفتم مانده نشوید. خانه هم باشه در همینجاست. نه اینجا. سیگار هم داره شما یا نه؟ خیلی ندارم. سیگار، پیوا، ناس، چی دانم قلیان دارم، یعنی شربت انگور هم دارم. بسیار شوخ بوده شما. استغفرالله. ای تو چیکار میکنی؟ معلمی دین شناسی هستی. بی عقل به خود آی خدا تو رو میزند. خدایم مرا ببخش. همش از روی خاطرم و گم کردنم است. خانم در حقیقت شبهای خوش تمنان دارم. در حیات به شما موفقیت ها خواهانم. خدا برای کار دهد. من چی گفته استادم؟ با شوهرتون سلام گویید خانم. با شوهرم؟ من شوهر ندارم. اگر شوهر می داشتم با شما گپ نمی زدم. به عقل. راست میگوید خانم. پس نباشد خدا خوشبختی نصیب کند. دیگر چی گویم؟ چی ها میگویم؟ اوف. خدا توبه.
خدا تو رو زنده. تو چه خیلی آدم هستی؟ باز معلمی درس دین هستی و زنی در کوچه بودت چسبیدی. خدایا مرا ببخش. اوف، سحر چیکار میکنم؟ گفتم کمتر درس خوانم، برعکس هاش. من چیکار میکنم؟ در این ساعت چی خبر است؟ با مکتب می روم. من معلم هستم گفت. اوف، مگر حاضر با مکتب رفته می شود؟ اوف، آنقدر آدمی بد هم نیستم. میشگان گفتنی زن رو من از کجا یافتم؟ اوف، اینش میلشو. اگر آن مسئله حقیقت باشد، اوف، حتی فکر کردن نمیخواهم. بین آخر چقدر آدمی زیبایه. احمد، جناب احمد، زود باش، به درس دیر مونده ایستاده ای. اینش کیست؟ استاد احمد. یا خدای با این فیلسوفی بیعقل چرا از قفای من میگه؟ چی کار میکند اینجا؟ زود باش. احمد، ایرا گم شو. یا خدایا، با فکرم رفته است. خیر بیلش. بلا به سرم آمد. خب گیر رفت. خیلی تیار شده روم. اوه استاد، بخیر باشد. انشالله خوب شده. خوبم. شکر که پس سر کردم. تاکسی. استاد، تاکسی من میکنید؟ 011 سرخطان در تعمیر است. 011 سرخ؟ ها 011 سرخ. من پریشان خاطر شدم. بسیار خوب شد که خاطر رسان کرده. سلامت باشد. رحمت. تا بازدید استاد، تا بازدید. ماشینی سرخ؟ مگر من ماشین دارم؟ خب اگر ماشین داشته باشم خوب، چون ماشینی سرخ گفت. اکنون از اوی رنگش میاریم. سنگ رو میگیریم. نالیازده گفتگشان مگر همین بوده است؟ این چه خیلی ماشین است؟ بالای ماشین کشیده است. کلید هم ندارم. خدای توبه. و فکرم به این خیلی سوار میشم. این چه خیلی ماشین است؟
ای من با این معاش معلمان این را چه گرفتم اگر به من میراث ماندن این چی گپ است این چه خیلی حیات است من کیم من چی شد من چی کار کرده ایستادم از پایانش گیران کنیم چی چه خیلی ها من پیش از معلم شدنم در صناعت کار میکردم چی؟ رفتی؟ یعنی رفتی؟ نه رفتی؟ сардор аз мошине ки боро кашонем халос шудам дар сари як кӯча партофтам молҳо дар дасти ман ҳастанд омада истодам ромлозиё зинда аст ман дидам ӯро ҳеҷ кас ба ман бовар намекунад худозанадоро дидам устодамро дидам мегӯям устод устодҷон устодҷон истед истед устодҷон устодам зиндааст ба номи худо зиндааст эй равӣ маро ҳам сурат гир ба мошин тела додан омода шавед устод аҳмад ба дарс меомадааст имрӯз ман бисёр устод аҳмадро ёд кардам ҳамин хел ай ман ҳаме лекин куҷо гум шуд мумкин нолёзааш боз вайрон шудааст камтар пас бо мошинаш динг 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 карда меояд ин қадар торик аст магар ба мактаб ягон талабаи нав омад ҳа ӯ ки аст намедонам ин мошин зебо аст чӣ бошад боз нафтия бисёр дар ҳаяҷонам Sometimes you just feel tired, feel weak. And when you feel weak, you feel like you want to just give up. як лаҳза You gotta search within you. ҳай устод аҳмад аст вай мошинро бубин Till I collapse, I'm spilling these raps long as you feel them to the day that I drop. این نولیوزده سرخانشو فروختم ماشین نو خرید بین عینک‌هایش سیاه است I am not hip-hop and I'm just not Eminem. Subliminal thoughts when I'm устод хуш омадед салом устод spin them in hawk venom, adrenaline shots. The penicillin could not get the illin to stop. Amoxicillin's just not real enough. роҳгардиаш ҳам тағйир ёфтааст ин танҳо роҳгардиаш не айнакҳояшро ҳам иваз кардааст устод аҳмад ай ин чӣ шакл аст устод аҳмадро бубинед чӣ қадар зебо шудааст ин либосҳоро ман ба аҳмад гирифтам ба ҷаноби аҳмад набошад ӯ классик пӯшиданро дӯст медорад магар чаро худ ба худ шаклашро иваз кунад ҳамин хел не ҷонам خودش گرفته بوده است تو اول سر و لباس خودت را درست کن فیلسوف файласуфи бузург чӣ гуфтааст умр агар хуш гузарад зиндагӣ хизар кам аст варна нохуш гузарад ними нафас бисёр аст این چه علاقه دارد фикронияшонро паришон карда истодам нафаҳманд гуфта ин хел карда истодам чизҳои гуногун гуфта истодам барои нафаҳмиданашон бифаҳм охир ин либосҳоро ман нав харидам салом гап нест
جناب. مالش درس های خوش. خیر با شما برای کار. برای کار استاد. برای کار. برای کار. برای کار. درس های خوش. مرحبا برای شما. احمد آخر چرا تو این خیل رفتار میکنی؟ هیچ چیز رو نمیفهمم. خانمی بیچگان این خیل نکنید. در بین آدمان چرا دستی مرا میدارید؟ من معلم دین هستم، نمیزیبد آخر. برای عشقان کنان نیست آخر همین خیل نه احمد. میدونی چی گفت است عمری خیام؟ چیزی گفته باشد آخر به من چی؟ جانم ما با تو مانندی پرگار هستیم، یک سر داریم و دو بدن. ای آخر همین خیل گفته است احمد جان. من پرگار مرگار شدن نمیخواهم. من همین خیل خوب هستم، مرا گذارید. آخر احمد من تو 1 سال انتظار شدم، لطفاً خفه نشو، وای من نکن. این رو یک جایه پس سر میکنیم. یک جایه آخر مشکلی نیست. اینها رو یک جایه، تو و من همش رو یک جایه پس سر. درس های خوش، درس های خوش. استاد احمد من انتظار میشم جناب احمد. 1 سال انتظار شدم احمد. احمد مرا گوش کن. چی خیلی که شنیدم تو بپس این در بسیار چسبیده ای. چی شد؟ دامولازیا وفات کرد گفته خواهرش رو به صاحب فکر کردی. پدر سگ. اکای کنان شما مسئله رو تماما خطا فهمیده اید. ما با خانم بیتول یکدیگرمان را بسیار دوست می‌داریم. شد حیوان. خواهری دامولازیا کجایی تو را دوست دارده؟ هوی خور مرا گوش کن. اگر تو را یک بار دیگر اینجا بینم این گلها را میخورنمات. در اینجا چی گپ است؟ هیچ گپ نیست خانم بیتول. اگر این دفعه شما را ناراحت کند مرا خبردار کنید. من حاضر ادبش رو دادم. اگر نفهمد دفعه دیگر سرش رو بادرس میترم. بیتول اگر تو نمی بودی من جزای اینها رو میدادم. با اینها ما میکنم. لابای هیچ چیز. اینها کیستان؟ اینها رو نمیشناسم. بیا زود به درون درو. توبه به یک زن دیوانه گرفتار شدم آخه. من به کجای تو عاشق شدم؟ کدام سین بود؟ دوازده به در کجا باشد؟ پسرم صنف 12 به در کجاست؟ در آشیانه بالا. در آشیانه بالا بود. خیر رحمت. استاد احمد مست بود مگر؟ فکرم ها. بچه ها با کی گفته ایستادم؟ مگر زنگ نشد در کلیدار درس گذاره. زود به صنف هایتان درآیید. بچه ها با کی میگویم زود به صنف هایتان درآیید. امروز ما نمیدرآییم. ای بچه ها مگر زنگ نشد؟ به درس میدرآییم، زود باشید. شما درآیید بعد ما میگم. کی میگویم زود بسیم درآیید گفتم زود. باز گپ میزنی توف بر تو. دختر خود در جویتون شید. استاد احمد آمده ایستاده است. بسیار غضبی است. خیر استاد ماشین نو خریدم گفته گپ زنیش تماما دیگه خیر شده است. او چی شده است؟ نه بچه ها
استاد خودش رو به همه ما نشان دادنی است. ما رو آدم کردنی است کو از همین حساب. حالا ببینو چیکار میکنه. و خدا تماما تغییر استاد احمد از روز اول درس نمیدهد چون که من کتابهایم رو نآوردم. سفسطه نگو دختر، این استاد احمد است، این خیلی نمیکند. استاد سلام علیکم. ها استاد. استاد سلام علیکم. استاد خوش آمدید، از بری بالا گذارید. استاد من از دیدار شما بسیار شدم و با شما لایک میمونم. استاد عینکایتون نیستن، عینک سیاه میاندازه لیکن بسیار زیبیده است، بسیار. من شروع ببین در پیش هست. تو خاموش است، بسیار گپ نزن. اینجا چی گپ است؟ جمله تو رو میشناسی. با تو نگفتم گپ نزن. در اینجا چی گپ است گفتم؟ عینکی تو همه. اینجا چی گپ است؟ به جایتان گذارید، زود باشید. زود باشید، به جایتان شینید. درا سلام اکیونا، مرا دعوت کردید؟ چی؟ بخیر است اکا، چی گپ شده است؟ وای در کجاست؟ کی در کجاست؟ شوکت از خرابازی را بس کن. کلتکیلس در کجاست؟ شما در کجا بودنش را نمیدانید مگر؟ مرا مسخره کردی سودی لعنتی. تمام میگویم در کجا بودنش را میگویم. انا همین خیر. برادرها در کجاست؟ در طرف سریاسیاب. سراغ دارد؟ سراغ یعنی خش را گویم. قبرستان سریاسیاب راست میره، در طرف چپ گور کردگیان شه. حاضر تو رو همونجا گور میکنم. اکیونا کلتکیلس رو در همونجا گور کردن. اخی چند بار به شما گویم کلتکیلس رو گور کردن، مرد نمیفهمید مگر؟ دمت را گیر. کلتکیلس را دیدم با چشمان خودم، زنده است، گشته ساده است. یا خدا توبه هجری من خیلی میگویم. آخر قول او رو من خودم کردم، به قبر هم خودم گذاشتم. وای مرد آخر به چیزی قسم میدی، قسم میخورم مرد. شوکت مرا مجبور نکن. آن بی شرف در کجاست؟ کمیسر شما در حقیقت خوب نیستید. سری شما ویران شدگی. به رخصتی برآمده تعطیل کنید، نزد یگان پسیخولوگ روید. رفیق مردم را پرسیده ایستادید. به جنازهش آمده تابوت را کشاده از من نفس گیرک پرسیدید. حتی شر نداشته قریب به سرش میپروندید. شما چیکار کرده ایستادید؟ مرد. کلتکیلس مرد. فهمیدید؟ به نزد سردار امنیت در آمده شکایت میکنم از بابایت. به آن بیشرف بگو در کجای نباشد او را میابم و دستگیرش میکنم. با دستان خودم دستگیر کرده به اینجا میارم. حالا خدا به شما شفا دهد. آمین. سلام علیکم بچه ها. چه گپ شد؟ سلام قرض خدا است. جواب نمیدهید مگر؟ وعلیکم السلام. نه نمی خیر. جواب دهید، آدم شوید. یا خدا. بله رفیقان، امسال درس مدنیت و دین را یک جایه با اصول نو میخونیم. سال تحصیل نومون باشد، بخیر باشد. همین خیلی؟ با شما هم. گویا که به داخل استاد احمد دیگر کس در اومده است. همین خیلی؟ نه آخر چرا این دو فریاد زد؟ استاد چیکار میکرده باشد عجبا؟ از من نپرس، من هیچ چیز رو نمیدانم. بله بچه ها، غمگینم برای اون که یک سال همدیگر رو ندیدیم. یک سال بعد به صنف آمدم، مرا پیشواز خوب نگرفته. عیب به شما هیچ نمیزیبد گفتم. استاد؟ لبه جانم؟ این شما هسته؟ بله منم جانم. وای شما رو بسیار یاد کردیم استاد. بله
بله من هم شما را بسیار یاد کردم بچه. اما دیدی چی گفت؟ یعنی چنان یاد کردم که در حال خواستم یک امتحان گیرم. چی خیلی هستم؟ کنی یک برخی برای امتحان بگیریم. استاد یک سال شد درس نگذاشتیم چه خیلی امتحان میگیریم؟ در تعطیل تعطیل تابستانه کنی بینیم در این تعطیل شما چطور آمادگی دیدید به درس تیار میکردید یا نمیکردید؟ حالا این رو تفتیش میکنیم. جوناید استاد انیق در بیمارخانه عقلش رو گم کرده است. از بالای درخت افتید به فکرم همونجا عقلش رو گم کرد. من درسای استاد رو تماما نمیفهمم چه خیلی امتحان میسپرم. تمام آروم باشید من حل میکنم. استاد ها جان من گفتنیم که عجب و سوالها انا آسان باشند. ها البته سوال ها کنی نویسید گوشت خر سخت است یا ملایی؟ استاد چه خیلی گوشت خر سخت است یا ملایی؟ گوشت خر حرام است ما هیچگاه نچشیدیم. به همه این حدیثه ها همه گربه گناهکار است. مگر گوشت خر حرام است؟ بچه ها البته گوشت خر حرام است. مگر از روز اول امتحان میگیرن؟ دیوانه ها شوخی کردم. استاد از اول نمیگوید که شوخی کردم. دیوانه ها گفت تو هم شنیدی؟ دیوانه ها گفت یک رو هم گفته بود. یک روش چیسته؟ من هم هیچ نمیفهمم اما دونسته باشد که بسیار رنجیدم. با این آدم چی شده است؟ از کجا دامم؟ گربه از پشت گربه انیق. در حال خودتان را گم کردید ها؟ امتحان نمیگیریم البته اما این معنای آن را ندارد که درسان نمیگذاریم. کنی دفتر و روزگاهتان را کشاید بیایید درسمان را آغاز میکنیم. چی؟ این چی کار کرده استاد است؟ هیچ چیز رو نفهمیدم. چی به من داد میزنی؟ شما چی کار کرده استاد؟ استاد مگر حالو درس میخونی؟ کلا کدوها مگر از روز اول درس میخونم؟ شما در حقیقت دیوانه اید. شوخی کردم هیچ چیز نمی نویسیم. این روبین چی کار میکند؟ دیوانه شده است استاد چی شده؟ این ماشینی کی است؟ از معلم دین. معلم دین؟ بله استادی من در کجا باشد؟ بله رفیقان امسال میگویم که کمی شما را در حیرت گذارم. یعنی در روش درس هایمان کمی تغییرات ها جاری میکنیم. استاد چه خیلی تغییرات؟ ماشینتان را عوض کرده، لباس هایتان تغییر یافتند، طرز گذاشتن درس ها را هم عوض کرده. تغییرات بسیار نشد؟ بله بسیار حیران شدم. عجبا پیشتر من چه خیلی بودم؟ هیچ چیز رو در یاد ندارم. رفیقان چه خیلی که گفتم آدمان پیر شوند تغییر میابند. فهمیدی؟ سخن زور گفت. بله بچه ها میدانید که در گذاشتن بها امسال کمی در هیجانم. یعنی بهاهای من در بلندی ها پرواز کردن را دوست نداشته در پستی ها میگردن. میدانید؟ اما آخر استاد به غیر از جونه در دست شما همه ما از 5 زیاد میگرفتیم. آخر همین خیر؟ بله انبین با دهان خودت گفتی میگرفتی. یعنی زمان گذشته. بچه ها چی گفتن؟ گذشته را گذار آینده را بساز. پایه های من به لرزه در آمدن آخر. ها از اول گفتم آنم اگر رو بردار کردن یک کس رو بینم در سینفکش میماند. استاد
استاد جان استاد معلم دین شده است استاد زیو را ندیدی در کجا باشد؟ استاد زیو در این مکتب چنین استاد نیست. در اینجا بودنش رو میدانم. معلم فن دین شده است. ماشین سرخ ورزشی داره. در باغچه ایستاده است کو. ها وای ماشین استاد احمد است. در کجاست؟ در آنجا 12B. خدا از تو راضی باشد رحمت. استاد جان. بله بچه ها، با من آنقدر سوال زیاد دادن معقول نیست. اساسا من سوال میپرسم. اما استاد شما ما رو میگفتید از شما بسیار سوال پرسیم. نه دیگر این خیل نیست. سوال ها را دیگر من میپرسم. حتی این سال سوال های گوناگون میپرسم. من باید معینه سر شما را کمی در حرکت درآورم. سوال های سرحیران کنک میپرسم، یعنی کمی سوال های گوناگون میپرسم. فهمیده؟ یعنی چی خیلی استاد؟ مثلا گوشت جیره را خوردن جایز است یا نه؟ جون بچم اون نمیخوای زیاد درس تایید کنی؟ مونده شدی؟ برای چی مونده شدی؟ ای تربوز کشی را بزار شدن. ای تربوز کشی؟ خیلی تربوز کی میگه شما را تربوز کشی؟ معلمه زرینه. معلمه زرینه؟ تو یک خودت تربوز میکشی؟ نه همه زین. فامیل معلمه چه؟ شادی و زرینه. عزیزم مالش ما در اینجا گوید که در آید مالش خب مالش تشکر مرحبا در آید. السلام علیکم. علیکم برسلام. معلم شما نرزه سوزه تنجه خوب سلامتا خوبه. معلم من شکایت دارم. شید مرحبا شید گوش میکنم. شما دیرکتری همین مکتبه؟ دیرکتری مکتب من شکایت دارم. من پدری دلیر سعیدوف. دلیر سعیدوف؟ خواننده سینف چور. چی شکایت داری؟ شما معلمه زرینه دارین؟ زرینه شدی و؟ ها هستن؟ آنه هوا خودی خودش. چی گپ شدگی؟ آن واقع شدگی؟ البته واقع شدگی. این همه ای سحر تا بگه فرزندی من میرم میگم گیر در سیر کن خودشم میپرزویم من مونده شدم پدر. میگم چوبا مونده شدی؟ میگم معلمه مرا تربوز کشی روان کرد. تربوز کشی؟ همین روزی در روز تربوز میکشیدم. چه تربوز؟ من نمیدونم اخی معلمه تو نپرسید چه تربوز. الو گلدسته؟ همون معلمه زرینه شدی برا نزدیما. مرحبا داره. اوکی. مرحبا همین کس هم؟ ها زرینه شدی با همین. علیکم بسلام. ها زرینه شدی با چی لباس که پدری دلیر شکایت اومده است؟ من شناخته؟ نه نشناختم. من پدری دلیر جان. کدام دلیر جان؟ دلیر جان سعیدوف. سیفی 4 میخونه تا؟ بله معلمه. طلبه شما؟ بله. من در پیش معلم میگم شما درس میتید یا نه معلمه؟ البته درس میتید. چه درس میتید؟ گودک روزی در روز ایسر تا بگره خانه میرم مونده شدگی خودش میپرزم چوبه خوب میکنی بچم درس رو نمیکنی معلمه زرینه شدی و ما رو میگه تربوز کشی. شما کار نداری معلمه؟ نه برای چی؟ درس میتیم اخی. یه بو میگه درس میتیم. ما دروغگو نباشم. ما دروغگو منه. معلمه شما یگون جو تربوز کشی میکنید بودا. نه معلم. استاد ما 2 روز باز درسی رسم کشی داریم. خیر. دلیر جان خانده هیچ کس به تربوز نمیکشه. در آلبوم تربوز میکشم. دردی دیل گلی منو گلی من بیا با من زلی من غم و اندوه گلی من خونگشته است دیلیم عشق و عاشقانه محبت صمیمانه در آلبوم نوی خوش طاهری جایگیر شده است. آلبوم با نام دردی دیل روزهای نزدیک در سرتاسر تاجیکستان به فروش میبراید. انتظار باشید. مجنون تو یا منه لیل دیلش کنده در دیل علم است درم جان پدرم جان شرکت مشترک بین المللی TM اینترنشنال
ҳамаи хоҳишмандонро барои омӯхтани забонҳои хориҷӣ аз ҷумла англисӣ, русӣ, хитоӣ ва олмонӣ даъват намуда 13% тахфиф пешниҳод менамояд. муаллимони мо дар кӯтоҳтарин муддат ба шумо забонҳои хориҷиро меомӯзонанд. суроға шаҳри душанбе маҳаллаи 102 дар сеюм ошёнаи бинои тоҷ. муфассалтар бо рақамҳои 93 802 21 98 522 49 89 ва 232 42 33 занг занед. TN International бо ҳам ояндаи дурахшонро месозад.